خب دوستای گلم قرار شد که اینا رو قشنگ بهتون توضیح بدم که به چه صورت من این دستگاه رو رزرو کردم و اجاره کردم برای شستشوی مبلمان و فرشای خونه. اینو تقریبا 2 ماه پیش من تو سایت DM فروشگاه DM به صورت آنلاین درخواست دادم، درخواست اجاره اینو کردم و چون خیلی سرشون شلوغ بود و تایم نمیداد بهم، بعد از گذشت 2 ماه یه جای خالی برام پیدا شد و رزرو کردم و امروز صبح ساعت 9 رفتم DM. در ابتدا 200 یورو به عنوان کاتسیون ودیعه گرو بگذاریم. یه دونه از اینا حتما من ازشون بخریم، حدود 22 یوروه، 21.95 بود من خریدم. این دستگاه هم که بهتون میدن و تا آخر ساعت اداری همون روز باید بهشون برگردونیم. ولی میشه که بخوایم 2 روز نگه داریم؟ میشه اگر رزرو نباشه؟ اگه بخوای اضافه نگهداری باید ازشون بپرسی ببینی فردا برای کسی دیگه رزرو کردن یا نه. اگر رزرو نکرده باشن بهت میدن، ولی معمولا چون اینا خیلی سرشون شلوغه فکر نمی‌کنم موفق بشه. ولی طبیعتاً 7-8 ساعت برای یه ست کامل خونه و فرش و اینا من فکر می‌کنم آره. بعد 12 ساعت هم باید بمونه تا خوش بشه. آره تقریبا 12 ساعت نباید رو موبیل بشینیم چون ابرش نشست پیدا می‌کنه. روی فرش هم همینجور تقریبا بهتره که راه نریم تا یه دست خوش بشه، دیگه زودتر خوش میشه، فشار روش نمیاد. و همین در آخر هم باید حتما اینو تمیز بکنیم مرتب، مثلا موقعی که گرفتیم خشک بکنیم. و یکی از شروط تحویلشون هم همین بود که بهم صبح توضیح داد، گفتش اگر تمیز نباشه و خشک نباشه، خیلی تاکید کرد که ما ازتون تحویل نمیگیریم، باید ببرید دوباره تمیزش بکنید، خشکش کنید برامون. بعد یه بار توضیح میدی برای دوستان که چجوری وصل میشه، چجوری کار بکنن باش؟ از اول یک بار توضیح بده. وصل شدنش اصلا چیز خاصی نداره، مثلا اون جاروبرقیه خودمونه، همین یه لوله‌ای داره که جدا شده، اینم همینجوری میکشی در میاد، دوباره همینجوری جا میزنی اینا رو. اگر بخوای مبل رو بشوری یه سری کوچیکی داره که اینجا من میتونم بهت نشون بدم. 2 تا سری بهمون میده. یه دونه از سری‌ها اینه که میتونی باش مبل رو بشوری، وصل می‌کنی و اینم برای فرشی که بزرگتر و دسته داره راحت‌تر. بعد یه دونه دیگه روی این لوله چیز داشت، من داشتم نگاه می‌کردم، البته خودش این وصله ولی اینا هم باید اینجا باشه. آره دیگه اونم از اون طرف وصل می‌کنیم. بعد در اینو که برداشتیم گفتیم که اول 9 لیتر آب می‌ریزیم تو این سبسفیده و 8 یا 7 تا در این از این مایع 8 یا 7 تا از اون پیمونه می‌ریزیم داخل این پیمونه، یعنی در خود این که بعد که قاطی شد می‌ریزیم اینجا. درست. حواستون باشه که تا اینجاها باشه، یعنی بالاتر نزنه از این سر. بعد دیگه در رو میذارید و دیگه به کارتون ادامه میدیم. موقع استارت هم 2 تا دکمه رو باید با هم زد، درسته؟ آره. بستگی به سلیقه خودتون، اگه بخواید که هم پمپاژ کنه آبو هم مثل جاروبرقی بکشه که جفتشون میزنه. اگه یعنی یه بار اول میکشیم بعد دوباره میتونیم یه بار دیگه فقط حالت مکش باشه که خیسی ها رو بکشه بیرون. درست دقیقاً. و دفعه اول 2 تاشو با همه. آره. قسمتی که خیلی مهمه، من چون خودم تو ایران کارم قالیشویی بوده و قسمت شستشوی مبلمان و فرش رو که به صورت خشکشویی میتونستیم توی خونه انجام بدیم داشتم، بهتره که قبل از اینکه اون دستگاه رو روشن بکنیم و شروع بکنیم به شستشو، یه دونه از اینا آب با یه مقدار خیلی کمی مایع ظرفشویی داخلش بریزیم و اینو اینجوری پمپاژ بکنیم روی مبل تا یه مقدار اون چرکش قبل از شستشو خیس بخوره. اینجوری خب اون چرک بهتری ازش میاد بیرون، اون درصد تمیزی بهتری رو 100% در انتها بهتون میده. خب بعد 5 دقیقه که صبر کردیم که این چرک‌ها یه ذره خیس بخوره و اینا، ماشین رو روشن میکنیم و دستگیر توری داریم. وقتی فشار که میدیم این جاروبرقی اون مایعی که درست کردیم و ریختیم اون داخلش رو پمپاژ میکنه به سر این، با فشار میده داخل مبل و اینم میکشه اون چرک‌ها رو داخل خود دستگاه. حالا من روشن میکنم بهتون نشون میدم. روشن
میزنه، این دوتا رو با هم میزنه. خیلی مهمی هم که می‌خواستم بگم قبل از اینکه اون کاناپه یا مبل آخر رو بشورید، اگر مبلتون دوشک دوبل داره اینا رو قبلش بذارید رو مبل که هم کمرتون درد نگه هم راحت بشورید، چون آبریزی داره. بعد که اینا رو شستید گذاشتید کنار، اون مبل آخر رو میتونید بشورید که هم خیس خورده هم کارتون راحت شده. این قسمت خیلی مهمی که معمولا بچه‌ای که مبل شورن این کارو انجام میدن. من الان یه بار شستم، الان دارم آب می‌کشم دوباره. یعنی یه بار شسته شده، الان دوباره دارید آب اون رو میکشید. اگر از مارکه مبلتون مثل اینه، همجور آب جارو کنید. شستشو رو قبل از اینکه وکیوم کنیم میزنیم که دوباره قشنگ دوباره مجددا خیس بخوره. اگه فرشتون مثل فرش من دست بافه، زیاد نباید خیسش بکنید چون اینا رنگ میدونن تو هم. حالا این مشکلی پیش نمیاره واسه فرش؟ نه، اگه زیاد خیس نکنی و زیاد نمونه نه اتفاقی نمیفته. فقط نباید زیاد خیسش بکنید و نباید زیاد بمونه اون خیسی ها، سری بکشیدش دیگه. من حالا من میتونستم از اون یکی سریع هم استفاده بکنم ولی با این راحت تر دوستشم که چیز باشه. پاکوه ما ناظر کیفی همیشه اونجا. آره ولی اصلا براش خوب نیستش که توی این بو باشه. دو سه دقیقه میذاره یه کوچولو بخوره و بعدش هم یعنی الان باید بمونه؟ یه دو سه دقیقه بمونه بعد نیست. روی آبش دستباف اگه حواست باشه خوب بپاچی اون چیزا رو، مایه رو روی فرش یه دست باشه. با اینکه من 3 دفعه حتی این مایه رو پمپاژ کردم روی فرش، هم پشت فرش ما هم خیس نشده، می‌بینی روی فرش رو شسته یه جوری خوش‌شویی شده دیگه. حالا میتونیم بگیم چیز ایرانی.